استاد به نظرتون این آقا داره چیکار میکنه؟ اینا هر ماه میان بررسی میکنن ببینن مشکلی پیش نیاد خدای نکرده واسه همین ترن هوایی. یه بار 1990 داخل رودخونه سقوط کرد همین پایین و یه 15-16 نفر مردن دیگه. بعد اون همیشه میان بازرسی میکنن. حالا جالبش اینا از اون بالا که میرن این شبهبان هم از این زیرشون رد میشه، یعنی هیچ برخوردی با هم ندارن. الان اگه شبهبان رد بشه بهتون نشون میدم. ببینید شبهبان از کجا رد میشه، بعد این آقایونی که اومدن بازرسی کنن مشکلی پیش نیاد کجا وای میستن. اون آقایونو میبینی؟ دیدی شبهبان از زیرشون رد شد. نه رو میبینی؟ چرا قایم شدین؟ من میخوام ازتون فیلم بگیرم. نگاه کنید شبهبان از این زیر رد میشه، اون آقایون هم اون بالا ها وایستادن. کجا رفتن؟ غیب شدن یا خدا. الان اینجا بودن ها. یعنی کجا خودشونو مخفی کردن؟ نگاه او پشت قایم شدن. وای دوست ندارن ازشون فیلم. نه دیدین؟ نه خلاصه گفتم بهتون نشون بدم چقدر جالبه.